به نام عشق و انسانیت. بار دیگر رژیم غیر ایرانی ولایت جنایتکار فقیه دست به حرکت ضد فرهنگی زد. قوم دلیر و همیشه زنده بختیاری در راستای محرومیت‌های عدیده‌ای که توسط رژیم اسلامی از بدو تأسیس برای سرکوب آنها به وجود آورده بود، این بار مورد اقدامی ضد فرهنگی دیگر قرار گرفت. بهمن علایالدین، این حامل فرهنگ بختیاری و ایرانی، هرچند که پس از سال 1357 مورد بیمهری‌های بسیاری قرار گرفت، اما همچنان مردانه ایستاد و از فرهنگ اصیل بختیاری با تمام وجود خود دفاع نمود و به عنوان مظهر فرهنگی بخشی از ایران، یعنی عشایر بختیاری، درآمد. وطن فروشان و بیگانه پرستان ولایت فقیه ضد انسانی در اقدامی کاملا با برنامه و ضد فرهنگی، فرهنگ سرای در حال ساخت زنده یاد بهمن علایالدین را در شهرستان اهواز به بهانه گسترش فضای سبز شبانه تخریب نمودند. همه مردم فرهنگ دوست ایرانی می‌دانند که فرهنگ سراها اگر در میان پارک سرسبز ساخته شوند و یا قرار بگیرند، همیشه از بازدید کنندگان بیشتری برخوردار خواهند بود و مسئولین شهرداری اهواز به همین دلیل این فرهنگ سرا را تخریب نمودند. استان خوزستان به لحاظ وضعیت جغرافیایی و فضای کسب و کار قبل از سال 1357 دومین استان از نظر توسعه در کشور بوده که همکنون به همت دولت مردان جمهوری ولایت نکبت فقیه از آخر رتبه دوم در کشور قرار گرفته است. همزیستی مسالمت آمیز اقوام بختیاری، عرب، کرد و دیگر اقوام مهاجر در این استان و مقاومت سرسختانه آنها در مقابل تهاجم خارجی و پایبندی به حفظ فرهنگ ایرانی همیشه الگویی برای سایر مناطق ایران عزیز بوده است. به همین دلیل جمهوری ستمکار و ضد انسانی ولایت دیکتاتوری فقیه برای از بین بردن کلیه مناسبات انسانی که قبل از بهمن 1357 در این منطقه حاکم بوده، تمام تلاش ضد بشری خود را به طرق مختلف و با اجرای نقشه‌های شیطانی به قرار ذیل به اجرا درآورده است. 1. عدم رسیدگی و بازسازی مناطق مرزی استان مانند شهرهای مدرنی همچون آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، ماهشهر، امیدیه و عدم رسیدگی به توسعه کشاورزی شهرهای بستان، هویزه، سوسنگرد، ایزه، رامهرمز، شادگان و دیگر شهرهای استان که رتبه بندی اقتصادی کشوری نشان از این اقدام ضد انسانی و ضد قومیتی دارد. 2. انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه کارون در استان 4 محال بختیاری به شهرهای استان شده قم و چند شهر دیگر که باغات پسته و شرکت‌های زراعی مسئولین دزد و فاسد که در رأس حکومت ولایت فقیه قرار دارند، بدون در نظر گرفتن زندگی چند میلیون نفر از مردم استان خوزستان، به گونه‌ای که این چند میلیون در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، بستان، سوسنگرد و هویزه حتی از آب آشامیدنی سالم نیز بی بهره شدند. 3. این انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و یا دزدی آشکار روحانیت حاکم و غارتگر باعث خشک شدن رود کارون در اهواز و زاینده رود اصفهان در چند ماه از سال را باعث گردیده است.
با انتقال آب از سرشاخه رودخانه کارون رژیم قصد دارد که با نابودی بخش عظیمی از کشاورزی منطقه باعث کوچ مردم بومی شده و بعد در فرصتی مناسب زمینهای زرخیز اما نابود شده آنها توسط مسئولین فاسد نظام تصاحب شود. 4. هجوم به فرهنگ ها به عنوان بخشی از مبارزه و نابودی فرهنگ ایرانی از دیرباز در دستور کار حکومت روحانیت بیگانه پرست و ضد ایرانی و ضد انسانی قرار داشته است. هرگاه که روحانیت فاسد ایدئولوژیک فرصت و یا روزنه‌ای پیدا نماید، این بخش از نمای هزار چهره خود را نشان خواهد داد و در سرکوب فرهنگ اقوام به جنگ برخواهد خواست. این وظیفه انسانی، ملی و قومی هر ایرانی است که از فرهنگ چند هزار ساله خود دفاع نماید و امروز اگر ایرانیان بختیاری در سراسر کشور علیه این حرکت فرهنگ سوزی مسئولین بیگانه پرست به همراهی سایر اقوام ایرانی پاسخ مناسب ندهند و مقاومتی مدنی و فرهنگی را در سراسر کشور سازماندهی ننمایند، همه اقوام ایرانی باید بدانند که این سرنوشتی است که در مرحله بعد گریبان آنها را نیز خواهد گرفت. فاجعه ضد انسانی که توسط وابستگان حکومتی به مفاخر فرهنگی ما مانند احمد شاملو انجام داده شد، نشان دهنده روند حرکت ضد فرهنگی آنهاست. اگر در آن زمان ایرانیان فرهنگ دوست در مقابل آن اساءه ادب عکس العمل مناسب را انجام میدادند، ما امروز شاهد این بی‌حرمتی ضد فرهنگی نبودیم. و اگر امروز اقدام مناسب و کوبنده خود را به این اراذل بی‌هویت نشان ندهیم و با آنها مقابله نکنیم، باید فردا شاهد فاجعه های دیگری باشیم. باید با این رژیم ضد انسانی و دشمن فرهنگ ایرانی مبارزه ریشه‌ای و همگانی به وجود بیاوریم. مبارزه با این رژیم دیکتاتوری مبارزه چند لایه است، زیرا که این رژیم مانند اژدهای خونریز و هزار سر می باشد. برای مبارزه و نابودی این رژیم دیکتاتوری و ضد انسانی باید نیروهای مبارز واقعی را به گونه‌ای سازماندهی نمود که در زمان مناسب تمامی سرهای جنایتکار این اژدها را همه با هم مورد حمله قرار داده و نابود گردانند. در غیر این صورت و فقط مبارزه با یک سر اژدها به عنوان مظهر جنایت و چپاول فرصت بازسازی و جایگزینی لایه‌های دیگر دفاعی مزدور را داده و مبارزه به درازا فرسایش و یا شکست خواهد انجامید. مبارزه چند لایه تهاجمی ما که پس از سازماندهی و آمادگی کامل برای کسب پیروزی شروع خواهد شد، مبارزه است که در صورت عدم پیروزی در مرحله اولیه برنامه‌های طراحی شده برای مراحل بعدی تدوین شده و پس از به دست آوردن شرایط لازم عملیات روانی و تهاجمی به عمل خواهد آمد و تا کسب پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت و رسیدن به این مرحله از آمادگی مستلزم کسب آموزش‌های لازم و مرحله بندی شده می باشد، زیرا که این آزادگی رنگ دگر دارد. ز دست زمانه بباید گریست، زبرنو به دستان دگر هیچ نیست. دریغا کجایند شیران نر، تفنگان برنو اسبان کهر. کجایند زنهای میناب سر، نشینند و زایند شیران نر. مرا دودمانم ز یک گوهر است، نژادم ز خورشید افزونتر است. گر ایران زمین بختیاری نداشت، گمانم ز بخت یاری نداشت. به امید
آزادی همه اقوام ایرانی در ایرانی آزاد و آباد و متحد.